بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمامی بینندگان محترم شبکه فرهنگ. دوستای عزیز، مدت هاست که منطقه ما، افغانستان و مناطق همجوار افغانستان، دستخوش ناامنی از طرف گروه های افراطی است. در وطن ما در افغانستان آغاز ناامنی ها، جنگ، زندان شدن ها، اعدام سیاسیون با کودتاهایی که در ابتدا توسط سردار محمد داود خان و بعدا البته با مشارکت حزب دموکراتیک و بعدا مستقیم حزب دموکراتیک که کودتا کرد، آغاز جنگ و بدبختی مردم ما از همونجا شروع شد. بعد ایستادگی مردم ما در برابر حزب دموکراتیک و اشغال کشور ما توسط قوای نظامی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ادامه پیدا کرد و بعد از پیروزی مجاهدین هم متاسفانه اختلافاتی که پیش آمد زمینه را برای ظهور گروه های افراطی در افغانستان مساعد ساخت که در نهایتش یک گروه به نام طالب ها وارد میدان شدند. با حاکمیت قبلی طالب ها، نیروهای افراطی کشورهای مختلف همراه این گروه همکار شدند و بعد از شکست گروه طالبان هم همراهشان رفتند دوباره به کوهها و مناطق بیرون از کشور ما. بعد از مسلط شدن مجدد گروه طالب ها یا اشغال کشور ما توسط گروه طالب ها، بر علاوه طالبان افغانستانی، یک تعداد از افراد افراطی کشورهای مختلف همراه از یا فعلا در سرزمین ما در افغانستان حضور مسلحانه دارند. در مورد خطر بزرگ افراطیت در منطقه مهمان گرامی داریم استاد محی الدین کبیری، رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان. تاجیکستان که پیوندهای متعدد مردم ما با این سرزمین دارند. ما بارها در صحبتهای خود می گفتیم و مطرح کردیم که فقط دریا یا رودخانه آمو بین ما و تاجیکستانی ها فاصله ایجاد کرده. در غیر از او ما بیشمار پیوندها داریم، همون رقمه که ما در خوشی های همدیگه میتونیم شریک باشیم، در غم همدیگه هم میتونیم شریک باشیم و تأثیر پذیر هم هستیم از همدیگه. جناب استاد گرامی، پس از اینکه افغانستان دوباره در نزدیک به 3 سال اخیر توسط طالب ها اشغال شد، یک تعداد از شهروندان آسیای میانه من جمله تاجیکستان هم همراه این گروه در مناطق مختلف به خصوص شمال شرق افغانستان دیده شدند. ارزیابی شما چی است؟ تروریست های حاکم در افغانستان چقدر باعث نگرانی کشورهای مسلمان نشین آسیای میانه از جمله تاجیکستان میتوانند شود؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما استاد کدامانی و بر بینندگان شما. قبل از آن تشکر میگم که ما را دعوت کردید بر این برنامه خوبتون و باید گفت که ما بغیر از آن که یک دو ملت همجوار و دوست و برادر و هم زبان و هم دین و هم فرهنگ هستیم، باز هم تقدیر هم هستیم. یعنی ما هر دو ملت در دو طرف آمو تقریبا یک مشکلات داریم و با مشکلات متعدد و قبل از همه با مشکلات مثل کمبود حقوق، کمبود آزادی ها و رشد فساد و رشد ظلم و طغیان دست پنجه نرم میکنیم و همین نکته ها هست، همین مشترکات بیشماری که هم مشترکات مثبت و هم منفی باید ما را وادار کند که ارتباط های بیشتر داشته باشیم و حداقل یک گفتمان منطقه‌ای که مرزها را نمیشناسد را آغاز کنیم، چون ما اگر هر کدام در دایره تنها مشکلات خود در مرزهای جغرافی سیاسی خود
باقی بمانیم نه تنها مشکلات خود را حل کردن نمیتونیم بلکه آنها را احتمالاً که باز عمیق‌تر هم بکنیم. خب سوال جناب شما که چرا تا چه حد این وضعیت تهدید دارد به منطقه ما، من به این سوال در این چند مدت اخیر بارها جواب گفتم، بخصوص بعد از حادثه‌های مسکو که تقریبا 2 ماه پیش صورت گرفت و در اونجا حالا هنوز هم دقیق نیست ولی با ادعای خود مقامات روسیه چند تاجیکستانی چند تاجیک هم دست داشت. یک بار توجه به منطقه ما به تاجیکستان بخصوص به این موضوع که چرا سالهای اخیر اندیشه های تند در بین جوانان تاجیک بیشتر جانبدار پیدا میکند، چرا تقریبا در 2-3 سال اخیر ما هیچ حادثه تروریستی نداشتیم که در اون بین آن شکل تاجیکان یا شهروندان تاجیکستان شرکت نکرده باشند. چند حادثه در خود افغانستان شد، در جمهوری اسلامی ایران، در ترکیه، در روسیه و باز حتی در اروپا هم چندی را دستگیر کردند که تابعیت، نه همش البته، یک ایدهش تابعیت تاجیکستان رو داشتن. و این سوال همیشه از طرف رسانه‌های زیاد به ما داده شد و خیلی هم الان این موضوع یکی از، شاید گفت یکی از موضوع داغ در محافل سیاسی است. جواب من به این سوال خیلی کوتاه است. اون مقدار تهدیدهایی که به امنیت، به ثبات و آینده کشورهای منطقه آسیای مرکزی از داخل تهدید میکند از بیرون نیست. حتی از افغانستان که از نگاه من، البته شما میتوانید با نظرهای من موافق نباشید، از نگاه من تهدیدهای بیشتری به امنیت، ثبات و آینده آسیای مرکزی از داخل خود منطقه تهدید میکند، نه از افغانستان، نه از کشورهای دیگر. تا امروز ما هیچ تهدید مشخص جدی آشکار از طرف افغانستان نسبت هیچ کدام از کشورهای آسیای مرکزی ندیدیم. حتی اون شماره تهدیدها در مقایسه با حکومت‌های قبلی هم بیشتر نشدن. همون مقدار که برای مثال در تاجیکستان ما وضعیت متشنج بود به همون شکل باقی مونده است، یا در ازبکستان، در ترکمنستان، کشورهای دیگر. یک مقدار بعضی از دایره‌های سیاسی بخصوص حاکمان کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت افغانستان در گذشته سوء استفاده میکردن و هنوز هم دارن سوء استفاده میکنن. در گذشته مثلا نبود هیچ، حتی در زمان جمهوری اسلامی هم که حکومت وقت به حد اقل دعوا میکرد که هیچ پشتیبانی از تروریسم نخواهد کرد و هیچ برنامه برای انتقال این افراد، این اعتقادها و این رویه ها به آسیای مرکزی ندارد. ولی باز هم رهبران آسیای مرکزی همیشه در زبانشان، در صحبتهایشان، در همه محفل ها هم جامعه داخلی و هم بیرونه را از افغانستان میترسانیدند. و الان هم بعد از اون که حکومت در افغانستان عوض شد، گفتمان این افراد در محفل های سیاسی تغییر نکرده است. باز هم افغانستان برای اونها همچون خطری بالقوه معرفی می شود و من فکر میکنم که در اینجا بیشتر تبلیغات است، بیشتر ترساندن مردم در داخل و خارج است، تا اینکه زیر این پرچمی یا که زیر بیرق مبارزه با تروریسم اینا نمیخواهند که از مشکلات خودشان صحبت شود، از کمبود آزادی ها صحبت شود، از اون فساد اداری و مالی که در تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد از اینا صحبت شود. البته این با معنای نیست آقای جناب کردامانی که هیچ گونه تهدید، هیچ گونه خطر از جنوب و کشورهای آسیای مرکزی تهدید نمی کند. این خطرها وجود داشتند و هنوز هم دارند، اما ما باید خطرها را دقیق بشناسیم و تشخیص بدهیم که کدام نمود خطرها بیشتر تهدید میکند. خطرهای داخلی که آنها سرچشمه میگیرند از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در کشورهای آسیای مرکزی،
یا خطرهایی که بیرون از این منطقه میاد، برای مثال از افغانستان یا کشورهای دیگر. بازم بار دیگر تاکید میکنم که از نگاه ما بیشتر این خطرها در داخل خود جامعه هست. برای مثال اونی که جوانان تاجیک بیشتر گرایش به اندیشه های تند کردن در وقت‌های اخیر، این هیچ ربط به وضعیت افغانستان به وضعیت کشورهای دیگر ندارد. این همه برمیگردد به وضعیت داخلی تاجیکستان. چون در تاجیکستان چند روز پیش به من یکی از شبکه‌های روسی دقیقا همین سوال را کرد. منم جوابم این بود که من جای تعجب نیست که جوانان تاجیک گرایش به اندیشه‌های تند اسلامی کردن. اگر گرایش نمی‌کردند برای من تعجب بود، نه اینکه گرایش کردند. در یک کشوری که شما آقای کودامانی خودتان و بیننده شما بیاید یک بار تصور کنیم، در یک کشوری که 33 سال باز یک انسان حاکم است با خانواده‌اش، تمامی قدرت را، هم حاکمیت سیاسی هم پارلمانی هم تمام امکانیت ها و ثروت های ملی را غصب کردن گرفتند. خودش رئیس جمهور، دخترش رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور، پسرش رئیس سنا، دوم شخص در کشور، دیگر دامادها و دخترها و اینا همه وزیر و کبیر و تمام اقتصادیات در دست آنها. و علاوه بر اینکه تاجیکستان جزء 5 کشور سرکوبگرترین عالم شناخته شد در سال 2023، باز بالای مردم این همه فشارها، محدودیت‌ها. شما تصور کنید که رفتن جوانان تا سن 18 ممنوع، رفتن بانوان به مسجد قطعا ممنوع، و اخیرا باز حالا که چند سال پیش گذاشتن ریش اونها را ممنوع کرده بودن، این هفته اخیر پارلمان کشور باز بستن روسری را با نماد اسلامی. نه ما حالا سخن درباره نقاب و برقع، نه، همون حجاب اسلامیه که زنان مسلمان در تمام دنیا میپوشند، در ترکیه و افغانستان و ایران و همه جا، این رو هم بالاخره ممنوع کردند. خب پس سوال ما این است که این جوان متدین ملتزم، ولی خب اونه که شجاعت دارد، غیرت دارد، میخواهد در وطن خودش، در کشور خودش دینش را آزادانه پیروی کند، او چیکار کند؟ اگر او افراطگرا نشود، دست به خشونت نزند، چیکار کند؟ با راه پارلمانی، با راه انتخابات، با راه اعتراضهای مدنی رساندن پیام امکان ندارد. شما آقای کودامانی یک بار تصور کنید، حداقل در همین 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان من بارها شاهد اعتراضات، تظاهرات شدم. حتی بانوان دست به اعتراض میزنند. بله، مانع این گونه اعتراضات می شود، اما در تاجیکستان در 30 سال اخیر، در این 30 سال حاکمیت رحمان، حتی یک مرتبه هم ایشان اجازت تظاهرات را ندادند، حتی یک مرتبه هم. یعنی پس وقتی ما مقایسه میکنیم وضعیت را بین افغانستان و تاجیکستان، حتی در همین افغانستان امروزه که تلاش میشه در رسانه ها تمام دنیا را از آن بترسانند، من دیروزم در یک صحبت هم گفتم که من به دلخواه انسان چالش میتیم بیایم مقایسه کنیم که وضعیت نسبت آزادی ها در افغانستان بدتر است یا در تاجیکستان. من آماده هستم که با هر کسی که دعوا دارد که در افغانستان بدتر است ما بیاید بحث کنیم. البته این به معنای نیست که در افغانستان خوب است. ما اینجا بحث بین بد و بدتر رو داریم، نه اینکه بین خوب و بد را. بنابر همین استاد گرامی، من فکر میکنم که اون چیزی که در تاجیکستان میگذرد و اون که در منطقه افراطگرایی روز به روز دارد رشد میکند، این بیشتر ربط دارد به وضعیت سیاسی اقتصادی داخلی خود کشورهای منطقه. درست استاد گرامی، ولی یک تفاوت کلانی که وجود داره مثلا در تاجیکستان و بعضی از کشورهای دیگه آسیای میانه، حکومت ها و قوانین دنیوی است به اصطلاح. اما در افغانستان هر آن چیزی که طالب ها انجام میتن یا هر آن چیزی که در کشورهای آسیای میانه گروه های افراطی و تروریست انجام میتن از نام دین انجام میتن. مردم ما و شما به ارزش های دینی خود، به تاریخ دینی خود، به فرهنگ دینی خود
احترام به صدای قائل هستند، ولی این طرف جان مردم، آبروی مردم، عزت مردم هم خیلی مهم است. وقتی اگر حکومت های دنیوی هر آن اشتباه یا خطاکاری میکنن، خب خودشان ناکام میمانند، خودشان مورد بازپرس نزد عوام مردم قرار میگیرند. اما وقتی افراطیون و تروریست ها جنایت میکنن، نام یک دین نبرد میکنن، اینجا موضوع نگرانی این وجود داره که توده ها را در ستیز و دشمنی و مخاصمت با یک دینه که قرنهاست مردم از او پیروی میکنن، خصوصا مذهب احنافی که مردم ما و شما پیروش است، یکی از پرچمداران اصلاحیت، عدالت گستری و پروری در مناطق یا در بین پیروان خودش بودن. حالا این چی وضعیت پیش آمده که در همه مناطقی که مردمش یک زمان پرچمدار علم، هنر و تمدن اسلامی بودن، امروز افراطیون دست به این رقم جنایت میزنن و راه به اصطلاح جلو گرفتن از یا جلوگیری از این شما به عنوان یکی از پیشتازان مبارزه اسلامی در منطقه و رهبر یکی از احزاب اسلامی در چی میبینید؟ استاد کدامانی، در این موضوع من کاملا با شما موافقم که متاسفانه وقتی که یک نفر که خود را منسوب میداند به این یا حزب اسلامی، گروه اسلامی، حتی به یک مسجد، به مدرسه و اشتباه میکند، چه رسد به جنایت، حتی اشتباه هم کند، سایه آن بر روی دین مبین اسلام میافتد و در صورتی که عین همون اشتباه یا جنایت را حتی بدتر را مگر کسی که منسوب به این یا حزب یا گروه دنیوی هست اگر انجام بدهد، دیگر او را خودش را مسئول میدانند، نه اون دینی که او پیرو است، نه اون جهان بینی یا فلسفه‌ای که او پیرو اون است. ولی برای مردم عادی فرق نمیکند که یک نفر دزدی را به نام اسلام میکند یا به نام دنیویت، به نام دموکراسی. درست است که سایه یا ضربه بیشتر رو در اینجا اگر کسی این دزدی را، این فساد را، این ظلم را به نام اسلام کرد، اون ضربهش تنها به خودش نه بلکه بیشتر به اسلام میرسد. اما برای مردم عادی که در نهایت کار، مثلا وقتی که ما این موضوع اولمون که بحث افراطگرایی بود، در نهایت کار ما میبینیم که اون کسانی هم که با نام دنیویت، با نام دموکراسی این جنایت ها را صادر میکنن، آزادی های ملت ها را محدود میکنن، در نهایت کار باز میبینیم که افراطگرایی بیشتر میشود. حتی اگر من به این نظرم که اگر در تاجیکستان، حالا الحمدلله که اکثریت مردم مسلمانن، حتی اگر اکثریت مسلمان هم نمی بودن، باز هم همین افراطگرایی، همین رادیکالیسم و اکستریمیسم رشد میکرد. ما در دنیا تنها رادیکالیسم یا افراطگرایی اسلامی را نداریم، ما افراطگرایی مارکسیستی را داریم، افراطگرایی یهودی را داریم، افراطگرایی بودایی را داریم در بعضی از کشورها، حتی افراطگرایی هندویی را داریم که میبینیم که مسلمانان از دست اونا اذیت میشن. و تاجیکستان اگر هر دینی می بود، با این عذاب و با این فشارها و با این محدودیت‌ها حتما در اون افراطگرایی رشد میکرد. اما من نکته که اینجا میخواستم خدمت شما عرض کنم این است که متاسفانه این حوزه تمدنی و زبانی ما که ما میشد اون را حوزه تمدن و زبانی فارسی بگیم که اساساً از 3 کشور عبارت است، جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان، ما چیزی را با نام مردم سالاری واقعی تجربه نکردیم. تقریبا 1.5-2 سال بعد از پاشخوری شوروی ما در تاجیکستان این مردم سالاری را داشتیم که خیلی هم انتخابات های خیلی هم شفاف برگزار شد، حتی این در سالهای اخیر شوروی در زمان گورباچوف. و اتفاقا امام علی رحمان به سیاست کلان همون وقت با استفاده از همون دموکراسی وارد شد که خودش یک جوانی نه چندان در سیاست کارآزموده در مقابل نماینده دولت، نماینده حکومتی زمان پیروز شد. اما وقتی که از در یک روند دموکراسی پیروز شد، وارد سیاست گشت،
بعدا خودش آمد این دموکراسی را از بین برد، انتخابات شفاف را از بین برد و اون دموکراسی و مردم سالاری خیلی هم هنوز هم که مانند یک طفل بود، تازه داشت راه رفتن را می آموخت، اون را بوقی کردن، در گهواره قتلش کردن. و در افغانستان هم که دیگر حالا درست است که 20 سال در زمان جمهوری اسلامی یک آزادی های بود، پیشروی های بود، اما نمیشد اون را نمیتوان گفت مردم سالاری به معنای واقعی کلمه. پس این نبود مردم سالاری واقعی و این موجودیت دیکتاتوری در همه گونه شکل ها، در یک جا با نام دل، در یک جای دیگر با نام دموکراسی و دنیویت، این در مجموع منطقه ما را یک منطقه آبستن این گونه افکار و اندیشه ها و عمل های اکستریمیستی و تروریستی میگرداند. اصلا میتوان گفت که این منطقه ما خودش یک منطقه آماده هست برای پرورش دادن این گونه افکار. و بنابراین من نظرم این است که تا اون وقتی که منطقه در مجموع رو نمی آورد به یک مردم سالاری واقعی، ما دچار این گونه حالت ها خواهیم شد. و کاش برای مثال در افغانستان یا در تاجیکستان ما حالت را می داشتیم که حداقل یکی از این کشورها اگر تبدیل به وطن دموکراسی و مردم سالاری می گشت، شاید که ما تا به این حد این مشکلات را نمی داشتیم. اتفاقا یک نکته دیگر هم شاید اینجا بگم، شاید که جای ذکر کردنش باشد. چرا شما در سوال اولتان گفتید که نفران زیادی از تاجیکستان و از دیگر کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان هستند و شما ایشان را با نام تروریست نام بردید، در صورتی که من فکر میکنم که نه همه اونها تروریست هستند و نه همه آنها با خواهش خود و یعنی داوطلبانه رفتند. بسیاری از آنها مجبور به هجرت شدند. یکی توانست به اروپا هجرت کند مثل ما، یکی دیگر به کشورهای دیگر، و بعضی جای رفتن دیگر نداشتند غیر از افغانستان. حتی یادم هست که در زمان جمهوریت هم بعضی از افراد نزدیک به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از سرکوبگری های رحمان، بخصوص بعد از سال 2015 2016 به افغانستان هجرت کردند. اونا نه تروریست بودن نه اکستریمیست بودن، بلکه انسان های معتدل. اونا می توانستند مثل من اگر می توانستند امکانیت می بود به اروپا هجرت میکردند یا به امریکا یا به کانادا، ولی فضا شرایط همین بود که مجبور شدند راهی آسانتر به افغانستان بروند. اما جمهوری اسلامی افغانستان، حاکمان زمان، مثلا کسانی که در افغانستان دم از دموکراسی و حقوق بشر و مردم سالاری میزدن، اینا حتی همون مهاجرین معتدل تاجیک را تحمل کردن نتوانستند و در یک تبادل سیاسی یا استخباراتی به رحمان سپردن آنها را که الان در زندانهای رحمان اینها دارند به سر میبرند و اینا هیچ ربطی به تروریسم اکستریمیسم نداشتند. یعنی خودی همین جناب استاد همین که از افغانستان تحویل داده بودند مهاجرین را، این سالهای 2017 2018 بود، یعنی قبل از 3-4 سال قبل از سقوط جمهوریت. یعنی ما هرچند که طلب کردیم، من خودم در هجرت بودم و نامه ها نوشتیم به مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان، به وزیر امور خارجه وقت افغانستان، به رئیس شورای دبیر شورای امنیت، به تمام نهادها. حتی یادم هست که نامه زده بودیم به وزیر امنیت افغانستان و حتی بعضی دوستا در حکومت افغانستان وعده هم کردن که موضوع این بچه‌هایی که برادرانی که مربوط به نهضت اسلامی تاجیکستان هستند اینا دارد بحث و بررسی میشد. اما بعدا در یک معامله پنهانی اینها را سپردند بدون کدام محکمه، بدون کدام دادگاه. و این حکومت که رقیبان خود را به فساد اینا متهم میکرد، در صورتی که خودشان مهاجرین بدون سلاح، مهاجرینی که از دیکتاتوری و از ظلم فرار کرده بودند، اینها را دوباره سپردن به حکومت. دفتر عموم پناهندگان سازمان ملل فعال بود. اینا آیا اونجا ثبت نام کرده بودن به عنوان مهاجر یا پناهنده؟
اونا حتی فرصتی هم نکردن که به دفتر اون آژانسی سازمان ملل بروند و چون شاید بلد نبودن، شاید تماس نداشتن با کسی. ما فقط بعد از اون آگاه شدیم که ایشان رو گرفتند و بعد خود مقامات جمهوری اسلامی افغانستان به ما خبر دادند که چند نفر را در مرز و در اینجا گرفتند و اونها دعوا دارند که منسوب به نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. ما از ایشان نام درخواست کردیم که به ما اسمها را بدهند، دادند. در حقیقت معلوم شد که اینها از افراد هستند که هیچ ربطی به حالا چی به نهضت ربط داشتند، چی به گروه و احزاب دیگری معتدل دموکراسی و ملی تاجیکستان، ولی هیچ ربطی به گروه های تروریستی نداشتند. بله ما تصدیق کردیم، نامه هم زدیم که این افراد را تحویل ندهند، اینها را آزاد کنند. حداقل اگر یک جرم از اینها هست در دادگاه در افغانستان بررسی شود. اما بعدا آگاه شدیم که اینها را حالا ما دلیل نداریم بگیم که فروختند، اما خبرهایی که از داخلی از کابل به ما رسید گفتن اینا رو فروختن در عوض مبلغ یا در عوض بعضی از تبادل های سیاسی خودشون داد و گرفت که الان اینا در زندان های تاجیکستان به سر میبرن. طبیعی است که بعد با اونها اتهام های تروریسم زدن، اکستریمیسم زدن و حالا دیگر زندان های تاجیکستان به خودتان معلوم. خود من هم متهم به تروریسم هستم و حکم ابد دادگاه عالی تاجیکستان حکم ابد صادر کرد. و حالا برای امام علی رحمان هر کسی که علیه او مخالفت میکنه تروریست است، چه رسد به کسانی که سلاح دارند و در کوه در جنگل ها میگردند. بنابر همین موضوع تروریسم، اکستریمیسم که ما را در نتیجه کمبود آزادی ها و شفافیت میدانیم، این مشکلی زمان 2-3 سال اخیر نیست که طالبان به سر قدرت آمدند و ما بگیم از اینجا آغاز شد. نه، این ریشه طولانی دارد. متاسفانه باز تکرار میکنم که عدم شفافیت، نداشتن تجربه مردم سالاری، این همه در مجموع باعث این وضعیت گشت. نگرانی که جناب استاد وجود داره ای است که وقتی احزاب، سازمان ها و گروه هایی که پرچمدار فعالیت دینی هستند اونا میدان را رها کنند برای رقبای افراطی خودشان. خب یک طرف حکومت ها میمانه و یک طرف هم همین گروه های افراطی که ماهیت کارشان هم تروریستی است و از نظر اعتقادی هم شما بهتر میدانید که این افراد منحرف هستند. حتی برداشتشان یا قرائتشان هم از دین یک برداشت و قرائت خیلی متشدد و نفی دیگران حتی گروه های تکفیری هستند. خب این که حکومت ها زمینه را مساعد نکرده، حکومت ها سختگیری کرده، در مورد از اونا قضاوت هم ملت ها هم نهادهای بین المللی طبعا وجود می داشته باشد. اما شما و سایر احزاب اسلامی در آسیای میانه برای جلوگیری از همین موج طور عملی تا به حال روی دست گرفته نیانه، خصوصا حالا خب رسانه ها در اختیار عموم مردم است و شما میتونید خیلی بر راحتی آگهی دهی کنین برای مردم که راه کدام است، چاه کدام است. سوال خوب دادید جناب کوهدامانی. من فکر میکنم که وضعیت منطقه ما در وابسته به این سوال از افغانستان یک کمی فرق میکند، چون واقعا اون چیزی که در افغانستان گذشت، نیروها، حزبها و گروه های اسلامی که هم قدرت داشتن، هم حاکمیت داشتن، هم پشتیبانی بین المللی داشتن و هم میلیاردها، دهها، صدها میلیارد دلار در اختیار داشتن و شاید یکی از مجهزترین ارتش‌های منطقه را هم در اختیار داشتن، اما نتونستن این فرصت را درست استفاده کنند که جای پای برای نیروهای افراطی مذهبی که واقعا یک برداشت، یک قرائت بسیار هم بدوی از دین دارند، جای پای برای اینها نباشد. این در افغانستان. اما در منطقه ما بخصوص در تاجیکستان این هم ناگفته نماند که تنها در کشورهای پس شوروی تنها حزب دینی رسما عمل کننده در تاجیکستان بود که اینم
نهضت اسلامی تاجیکستان بود. در دیگر کشورها در همون اوایل استقلالیت ممنوع شده بودند. اما در تاجیکستان ما وضعیت کاملا فرق میکرد. من برای این دلیل میارم خدمت شما. سال 2013 تقریبا 10 سال پیش و 10 سال پیش از این و 2 سال قبل از تروریست اعلان شدن نهضت و بسته شدن حزب در تاجیکستان، در اوج معروفیت و در اوج قدرت داعش در خاورمیانه که تقریبا هزارها نفر از کشورهای گوناگون به سمت داعش رفتن و پیوستن، وزیر داخلی تاجیکستان که الان هم هنوزم وزیر هست، جناب رمضان رحیمزاده، در یک نشست مطبوعاتیش با فخر اعلان کرد که تاجیکستان در بین همه کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی کمترین آمار را در داعش دارد و حرفش هم درست بود. خب در سال 2016، در سال 2015، 2016، 2017 تقریبا بعد 3 سال از آن نشست مطبوعاتی و بعد 2 سال از بسته شدن نهضت اسلامی تاجیکستان، یک بار شماره تاجیکستانیانی که در صفهای داعش می جنگیدند، در صفهای القاعده می جنگیدند، به چندین هزارها رسید. حتی وزیر دفاع داعش پاکانی که یا سرهنگ وزارت امور داخلی تاجیکستان، گلمراد حلیموف هم که خودش یکی از محافظان رئیس جمهور بود، رفت وزیر دفاع داعش شد. سوال با وجود میاد چرا یک کشوری که پایین ترین رقم را در داعش داشت، یک باره در 2 سال بعد از بسته شدن یگانه نیروی اسلامی معتدل مثل نهضت اسلامی تاجیکستان به این مقدار سرباز برای داعش داد؟ پس اونه که در تاجیکستان تا بسته شدن نهضت اسلامی تاجیکستان کشور ما پایین ترین آمار را در صف نیروهای افراطگرا داشت، این زحمت و تلاش و فعالیت نهضت اسلامی تاجیکستان بود که ما یک چنل، یک راهی مشروع قانونی فعالیت سیاسی و اسلامی را در تاجیکستان برای جوانان مهیا میکردیم. از منبرها صحبت میکردیم، از نشریه و جریده و روزنامه های خودمان. و ببینید حتی روسا هم اخیراً بعد از این حادثه های کراکو سیتی، من چند از تحلیلگران روس با ما تماس گرفتن، گفتن که در نزد مقامات روس هم این سوال با وجود آمد که چرا تاجیکان میاین به روسیه به هجرت و در اینجا افراطی میشوند. و خود تحلیلگران به این نتیجه رسیدن که وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان و در روسیه فعالیت میکرد، وضعیت اینجوری نبود. اینا میلیون ها تاجیک، جوانان تاجیک در روسیه، اینا رهبران، پیشوایان، استادان معنوی داشتن. بنده یادم هست که در طول 10 سالی که عضو مجلس پارلمان تاجیکستان بودم، همچون رئیس حزب و همچون عضو پارلمان، شاید ماهی نبود که من یک مرتبه به روسیه به نزد مهاجرین نروم. تمام شهرهای بزرگ روسیه رو میگشتم، با مهاجرین صحبت میکردیم و با آنها در چارچوب اندیشه های معتدل اسلامی صحبت میکردیم و روش های معتدل رو با آنها میآموزاندیم که یک مسلمان معاصر باید در این شرایط چگونه مبارزه برد، چگونه زندگی کند، چگونه قانونهای کشوری موجودش را رعایت کند. اما بعد از آن که امام علی رحمان ما را تروریست اعلان کرد و حکومت روسیه را زیر فشار قرار داد که در روسیه ما را ممنوع اعلان کنند، یک بار سربازگیری داعش از مهاجرین تاجیک در روسیه و در دیگر کشورها به مراتب بالا رفت و امروز خود روسا هم از اون پشیمان هستند که این اشتباه را کردند که با ممنوعیت نیروهای سازنده و معتدل اسلامی فضا را برای نیروهای تندرو در بین مهاجرین برای سربازگیری باز کردند. زیان گروه های افراطی جناب استاد اولش به شهروندان خود تاجیکستان رسید. شما ببینید شما بیشتر از 1 میلیون کارگر مهاجرین مهنتی در روسیه داشتید، به همین ترتیب در ترکیه داشتید.
پاسپورت های تاجیکستانی دیگر بدون ویزا نمیتونه به این کشور سفر بکنه، حتی به ترکیه. و محدودیت وضع شد بالای شهروندای تاجیکستان که برای کار میرن. اما همین آگاهی را برای توده ها، برای عام مردم، برای اونای خصوصا برای نوجوانان، کدوم نهاد باید بده که هم اون نهاد از نظر اعتقادی یا دینی قابل قبول برای مردم باشم، و هم برای مردم این آگاهی را بده که در دام گروه های تروریستی نیفتم. خب حکومت که دنیوی است، خودش متصدی امور اعتقادی یا دینی مردم نمیداند، اما احزاب، سازمان ها یا نهادهایی که تروریست ها از نامشان استفاده میکنند چه کار باید بکنند؟ آقای کدامانی، یک حکومت دنیوی مسئول اعتقادات مردم نیست و البته نمیتواند که او به مردم آموزش دینی را راه اندازی کند، اما مسئولیت و وظیفه این حکومت دنیوی این است که پیش راه سازمان های معتدل و قانونی را نگیرد. برای مثال مساجد، و اگر مساجد تاجیکستان، اگر علمای تاجیکستان، امام خطیبان، مدرسه ها، اون دانشگاه های و مرکز های علمی و آموزشی که وجود داشت که آنها را امام علی رحمان بست، ممنوع کرد، اگر اونها مسئولیت خود را درست انجام میدادن ما این وضعیت رو نداشتیم. شرط نبود که امام علی رحمان خودش بیاید، حکومت امام علی رحمان به مردم آموزش دینی بدهد. متاسفانه کار به حد رسید که با قبول یک قانون تقریبا 12 سال پیش که اون وقت من نماینده مجلس بودم، خیلی هم اعتراض کردم که قانون بالاخره بر ضرر ملت و دولت ما، بر ضرر دین مبین اسلام انجام می شود. اتفاقا در پارلمان من حتی اخیراً خواهش کردم که همون ثبت صحبت ها و بحث هایی که در پارلمان در هنگام قبول این قانون کرده بودیم اون را منتشر کنم، به دست بیاریم که اون را حکومت رحمان هم مثل که مخفی نگه می دارد، چون نمیخواهند که اون بحث ها و مردم آشکار شود. دقیقا همون نگرانی هایی که داشتم اینک اونها عملی شدن. من دقیقا اون وقت گفته بودم که این قانونی که شما قبول میکنید، امام خطیبای معتبر رو از منبر دور میکنید و میارید کسانی رو که در بین مردم هیچ آبرویی ندارن. اصلا یک جوان حرف شنوی میکند از کسی که با او اعتقاد دارد، نمیشود از یک نفر، میتواند از پس یک نفر، از پس یک ملا نماز 5 وقته خود را بخواند، نماز عیدش را، نماز جمعه را بخواند، اما به هیچ وجه به حرف او اعتقادا گوش نمیدهد. اما امام علی رحمان تمام علما، خطبا، تمام دانشمندان اسلامی را که مستقل بودند، حرفی درست زده میتوانستند، درست که آنها چاپلوس نبودند، آنها تملق‌کار نبودند، آنها حرفشون فقط قال الله قال رسول بود و خیلی هم معتدل در بین مردم آبرو داشتند. اینها را یکسره از منبرها دور کرد، به جای آنها آورد کسانی را که یا ارتباط با مقامات امنیتی دارند یا خودشون بعضشون حتی سابق کارمندان پلیس و مقامات امنیتی بودند، بعد از بازنشسته شدن رفتن یک عمامه و سله را بستن، آمدن امام خطیب یک مسجد شدن. خب پس شما میخواهید که این جوانی که واقعا میخواهد حرف خدا و رسول را از زبان یک انسان معتبر مستقل بشنود و چگونه اون دیگر اون رو میتونه کنترل کرد؟ اونم باز در زمانی که الان دیگر توسط اینترنت، گوگل، دلخواه صحبت و سخن و فتوا را میشود دسترس کرد. یعنی به مقابل در برابر یک ایدئولوژی باز هم باید یک ایدئولوژی که دیگر میتواند مقاومت کند و این ایدئولوژی باید قوی باشد. ما نمیتواند از زبان یک انسان ضعیف، یک انسان تحصیل نکرده، یک انسان تعیین شده از طرف مقامات امنیتی یک ایدئولوژی یا یک عقیده درست و قوی بیرون بیاید. همین است که مثلا بعد بستن هزارها مسجد، بستن تمام مرکزهای آموزشی دینی در استانها، شما تصور کنید که در تاجیکستان 10 میلیونه که این هم یک منطقه کوهستانی است، فقط یک دانشکده اسلامی در پایتخت در دوشنبه عمل میکند. خب در مراکز استانها مردم قرآن و حدیث را از کی بیاموزند؟ و آموزاندن قرآن و حدیث در داخل خانواده ممنوع است. شما تصور کنید که
یک پدر اگر پسرش را، فرزندش را، چند آیه قرآن، چند حدیث نبوی، چند مثلا حرف یا جمله از فقه بیاموزاند، او همچون جرم شناخته می شود. خب پس این جوان 10 15 20 ساله 18 ساله با سوالات دینی خودش از کجا جواب پیدا کنند؟ طبیعی است که میره سراغ اینترنت. وقتی که رفت به یوتیوب و به گوگل، در اونجا دیگر از این صحبت های افراطی و از این نوارها و اندیشه های افراطی هر چقدر که دلت میخواد وجود داره. و این است که ما وقتی که من یادم از یک نامه به خودم همچون وکیل پارلمان به به وزیر امنیت تاجیکستان وزیر وقت نوشتم و در اون اشاره کردم که باید در هر مرکز استان یک تا دانشگاه اسلامی قوی زد تا اینکه هم داملاها علمای محلی حنفی در اونجا به نیازمندان درس اسلامی بیاموزانند، هیچ ضرورت به افکار و اندیشه های خارجی از بیرون نشود. یعنی ما تمام اون امکاناتی که در اختیار داشتیم، تمام اون شرایطی که در اختیار داشتیم، مسئولیت خود رو انجام دادیم. اما وقتی که امام علی رحمان یک سیاست دین ستیزی رو پیش گرفت، خب دیگر از دست ما کار هم نمیاد. ما که الان در چند هزار کیلومتر تنها کاری که میتوانیم مثل شما هفته یک بار توسط یوتیوب صحبت‌های سیاسی یا فکری داشته باشیم که خب در برابر اون موج صحبت‌ها یا چنل‌های تلویزیونی که هم حکومت رحمان علیه دین انجام می‌دهد و هم اون شبکه‌ها و چنل‌های افراطی که معلومات‌های زیادی را توسط اون امکانات در اختیار بودهشون بالای ذهن‌های مردم تاجیک می‌ریزد، این صحبت‌های ما توسط یوتیوب و بعضی از امکانات محدود من فکر نمی‌کنم که کارساز باشه. سفر اخیر پوتین به ازبکستان و نشست اعضای پارلمان کشورهای آسیای میانه در قزاقستان لحن سیاسی اکثریتی کشورها در مورد طالبان لحن متمایل به رسمیت شناختن بود. تا قزاقستان گروه طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی بیرون کرد. فقط رئیس پارلمان تاجیکستان اونجا اعتراض کرد. ازبکستان هم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به طالبان تحویل داد. ترکمنستان هم سالهای زیاد با طالبان رابطه نیک داشته. سفارت طالبان فعلا در ازبکستان در ترکمنستان فعالیت دارد. به ترتیب در مسکو سفارت دست دیپلمات‌های طالب است. در آسیای میانه طالب‌ها آشکارا فعالیت می‌کنند و در تاجیکستان هم کنسولگری افغانستان در خارخ مربوط به طالب‌ها میشود. شما وضعیت امنیتی به ویژه تاجیکستان را چطور ارزیابی میکنین که متحدین منطقه‌ایش با طالب‌ها مراوده سیاسی، استخباراتی و اقتصادی دارند و فقط تاجیکستان مانده در یک منطقه محاط خودی که نه با جامعه غربی میانه نزدیک سیاسی داره یا رابطه نزدیک سیاسی داره و دیگه با کشورهایی که رابطه نزدیک سیاسی داره و خصوص مسکو اونا در مسیر روان هستند که طالب‌ها را به رسمیت میشناسند. ببینید، من به این نظرم که دیر یا زود حکومت طالبان رو اکثر کشورهای منطقه با شمول روسیه اعتراف خواهند کرد. حالا آغاز راه است، حالا قدم اول از لیست سازمان تروریستی بیرون کردن و من فکر میکنم که بعد از روسیه و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان این کار هم انجام خواهند داد. اما رحمان سیاستش در این سمت یک کمی فرق میکند. آقای رحمان بالاخره 33 سال است در حاکمیت و میداند که چگونه خودش را در کشورهای غربی بفروشد، به معنی آنکه این پوزیشن یا اینکه موقعی ضد طالبانی یا ضد مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم را بخصوص در بین احزاب و حکومت‌های راستگرای اروپا خیلی خوب میفروشد. در اروپا در غرب هم کم نیستند که حکومت‌های برای مثال
حکومت فعلی ایتالیا که چند پیش آقای رحمان مهمانشون بود و حزب و حرکت های راستگرای اروپایی که براشون مسئله های آزادی و حقوق بشر چندان اهمیت ندارد، فقط اونا یک سیاست های ضد مهاجرت دارن، ضد مسلمانی دارن. براشون هر کسی، حتی اگر یک دیکتاتوری خیلی هم بدترین در عالم هم باشد، فقط اگر سیاست های ضد اسلامی، ضد طالبانی یا ضد مهاجرین دارد، از او پشتیبانی میکنن. و سوال با وجود میاد که امام علی رحمان که جزو 5 کشور سرکوبگر عالم هست، چگونه میتواند مهمان ویژه رهبران کشورهای اروپایی مثل فرانسه، مثل ایتالیا شود؟ چند پیش در همراه با دیگر رهبران کشورهای آسیا مرکزی در واشنگتن بودند، در برلین بودند. یعنی اونا با این موقعی که گرفته است، موقع رسمی علنیه که حکومت تاجیکستان دارد علیه حکومت طالبان، خود را یگانه مبارزی آشکار علیه طالبان در منطقه معرفی کردن میخواهد و این سیاست رو میخواهد در بازار اروپایی بفروشد. اما عملا در عمل دارد رابطه‌اش را حتی قوی‌تر از دیگر کشورهای آسیای مرکزی با حکومتداران افغانستان، حکومت امروزه راه اندازی میکند. شما حتی در سرمای زمستان که مردم تاجیکستان بدون برق می نشست، 6 ماه بدون برق می نشستن، یک روز هم برق را به افغانستان همسایه قطع نکرد تا اینکه حکومت طالبان دچار مشکلی نشود، در صورتی که مردم تاجیکستان خودش نیاز به این برق داشت. و شما هم از باز شدن کنسولگری در خاروق و دادن آن به نماینده طالبان صحبت کردید و من فکر میکنم حتی در روزهای اولی که یک ایده از دوستان افغانستان خیلی هم تحسین و آفرین میگفتن به امام علی رحمان و امید داشتن، باور داشتن که اونها را کمک خواهد کرد، کمک واقعی خواهد کرد برای اهدافشان. ولی من همون وقت گفته بودم که نه، این تنها جز شعار چیزی نیست و این وضعیت افغانستان را در بازار سیاسی خودش به شکل بهتر میخواد بفروشد و دقیقا همون کار را کرد. و خیلی از دوستان افغانستان که در دوشنبه امروز زندگی میکنن، هجرت کردن با اونجا، اینا هم دیگر بالاخره به همین نتیجه رسیدن و با ما میگن که بله متاسفانه حرفای شما درست برآمد. بنابر همین من ببینید اینجا یک وضع خیلی عجیب است. امام علی رحمان اپوزیسیون حکومت کنونی افغانستان رو در دوشنبه جا داده است و آنها آزادانه فعالیت میکنن، رفت و آمد دارن، جلسه برگزار میکنن. اما حکومت کنونی افغانستان تا به حال آماده نیست که اپوزیسیون رسمی و آشکار تاجیکستان را در کابل اجازه فعالیت بدهد. یعنی کی باید در این حکومت رسمی نداریم جناب استاد؟ متوجه نشدم. ما در افغانستان حکومت رسمی نداریم، یک گروه هست که ببینید حکومت رسمی، ببینید آقای کودامانی، حکومت رسمی داریم نداریم، ما بالای واقعیت ها باید صحبت کنیم. یعنی امروز امام علی رحمان حکومت فعلی حتی بگذار اعتراف نشده باشد، حاکمان امروزه افغانستان رو متهم میکند که وضعیت منطقه آسیا مرکزی را با پشتیبانی از نیروهای مخالفین متشنج کردن میخواهد، در صورتی که خودش در دوشنبه میزبان اپوزیسیون افغانستان هست. و حکومت طالبان تا به حال حتی ما اگر درخواست هم کنیم که در کابل دفتر داشته باشیم نزدیک به مرزهای تاجیکستان، احتمال زیاد که اجازه عمل ندهد، در صورتی که ما تا به حال این درخواست رو نکرده ایم. من این رو همچون یک نظریه گفته ایستادم. خب وقتی که شما ببینید که اپوزیسیون افغانستان، ما اگر واقعا میخوایم بالای واقعیت ها صحبت کنیم، اپوزیسیون امروزه افغانستان میخواهد که حکومت موجوده کابل رو با استفاده سلاح سرنگون کند. حالا ما وارد بحث نمیشیم که این درست است یا نیست، این حق هر ملت است، حق مردم است، این کار داخلی خودشون است. ولی اونا بارها
علنا در این باره گفتن، اعلام کردن و نه تنها یک حزب، نه تنها جبهه مقاومت، بلکه گروه های دیگر، شورای مقاومت و تقریبا همه احزاب اپوزیسیون افغانستان بر این نظرند که تنها با راه مقاومت مسلحانه میتوان به یک نتیجه رسید و هیچ کس گروه های مقاومت افغانستان را با شمول امام علی رحمان تروریست و اکستریمیست اعلام نکرده است. شما تصور کنید که ما نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان، مثلا گروه 24، سازمان وطندار، انجمن آزاداندیشان تاجیکستان که غیر از نهضت اسلامی تاجیکستان دیگه همشون حزب و حرکت های دنیوی هستند، اینا رو امام علی رحمان همشون رو شامل لیست تروریسم کرد، در صورتی که یک دانه سلاح هم ندارن و هنوز هم یک مرتبه نگفته ایم که ما با استفاده سلاح میخوایم حاکمیت را عوض کنیم در تاجیکستان. ما یک استانداردهای دوگانه را داریم در منطقه. مبارزه مصالحانه برای یک جایز است، برای یک اجازت است، برای یک کشور دیگر اجازت است که اپوزیسیون را در پایتخت خودش جا بدهد، اما همون مبارزه مصالحانه برای ملت دیگر جایز نیست. برای تاجیکان آن طرف آمو اجازت است که سلاح بگیرن علیه حکومت امروزه مبارزه برن، اما برای تاجیکان این طرف آمو این اجازت نیست و حتی بدون سلاح آنها متهم به تروریسم و اکستریمیسم میشن. من فکر میکنم که این بازی های دوگانه، این استانداردهای دوگانه در نهایت به آن آورده میرساند که ما شناخت یگانه درباره اکستریمیسم و تروریسم، درباره مقاومت، درباره مردم سالاری، درباره حکومت مشروع و غیر مشروع نداریم. هر کس از منفیت‌های خودش این بهاگذاری رو میکند. هر کس میاد با دید خودش از در چارچوب منافع و مصلحت‌های خودش این تعریف‌ها رو معرفی میکند. من فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که ما برای همین گفتم در اول صحبت که یک گفتمان فرامنطقه‌ای باید شکل بگیرد بین تمام نیروهای سازنده و معتدل. اما متاسفانه این را هم بگم که شاید شما اولین نیستید، شاید شما دومین یا سوم نفرانی هستید از فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان که با ما در تماس میشوید. قوی ترین رسانه های فارسی زبان از آن جمله افغانستان اینترنشنال و دهایی که با میلیاردهای پول اروپایی و آمریکایی کار میکنند و هدف خود را هم اعلان مردم سالاری و آزادی بیان در افغانستان و منطقه اعلان کردند، اینا از ترس امام علی رحمان، از ترس یک دیکتاتور حتی جرأت نمیکنند با یک اپوزیسیون در خارج بوده تاجیکستان صحبت کنند. خب پس چگونه من باور کنم به این نفری که از یک دیکتاتور تابعیت میکند، جسارت ندارد، شجاعت ندارد که حرف آزاد را بزند، من چگونه باور کنم که این در افغانستان مردم سالاری میساخت، آزادی میساخت یا در آینده ساخته میتواند؟ در این مسئله من فکر میکنم که طالبان با وجود همه مشکلاتی که دارن به مراتب صادقانه تر عمل میکنن. اونا هیچگاه درباره مردم سالاری، دموکراسی، پارلمان، رسانه‌های آزاد صحبت کی نکردن و هیچ کس از اونا دعوا هم ندارد. اما جمهوری اسلامی افغانستان و اپوزیسیون امروزه افغانستان که در اختیارش شبکه‌ها و چنل‌های قوی را با مبلغ‌های اروپایی و آمریکایی دارند، اینا نسبت اون اهداف اعلان کرده خود صداقت ندارن. خب پس چگونه ما بیایم یک طرفه حکومت طالبان را تنقید کنیم و کسانی که از حکومت طالب نه تنها فرق ندارد بلکه گاه بدتر عمل میکند اینا را بگیم که نه، اینا انسان‌های سازنده و معتدل هستند. جناب استاد، یک جغرافی بنام افغانستان توسط یک گروه افراطی اشغال شده و کنترل میشه. شما بهتر میدانید که دیدگاه سیاسی اونا نه تنها گروه های سیاسی دنیوی را قبول نداره بلکه شما را هم قبول نداره. هر آن کسی که یک روز مکتب یا دانشگاه هم خوانده باشه اونا قبولش نداره به عنوان حتی سیال سیاسی خود. و در صدد از این هم هستند که افراطیت را گسترش بدن در منطقه. آینده منطقه را چطور شما ارزیابی میکنید؟ منظورم از کشورهای پیرامون افغانستان است، مثل که TTP پاکستان را ناامن کردن، تحریک طالبان پاکستان. در آسیای میانه ازبکستان و تاجیکستان خصوصا وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که حکومت امروزه کابل خواهد نخواهد مجبور است که واقعیت‌های جهانی و منطقه را به نظر بگیرد و اون تنش‌هایی که امروز در بین افغانستان و کشورهای منطقه است اینها را باید که کمتر کند و اما دیگر مشخص است که حکومت امروزه افغانستان در برابر نیروهایی که در افغانستان بودن، حتی در زمان جمهوریت بودن، یک گونه مسئولیت‌های دارد و یعنی احساس می شود که در یک حالت دشوار قرار دارند. از یک طرف نمیتواند آنها را کاملا بیرون کند، از طرف دیگر کنترل آنها پرره امکان پذیر نیست و اما در آینده نزدیک من فکر میکنم که این رابطه ها هر چقدر که بیشتر شدن، قویتر شدن، بخصوص اعتراف رسمی حکومت طالبان از طرف بعضی کشورهای منطقه، مسئولیت شناسی حکومت افغانستان را هم بیشتر خواهد کرد. اما این به معنی آن نیست که این رابطه های بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان و تاجیکستان در یک مدت کوتاه بهتر خواهد شد، چون بعضی مسائل هستند که آنها ریشه دارند در تنها در زمان حکومت طالبان نبود. برای مثال بحث‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان این میراث از حکومت‌های قبلی هست، یا مشکلات بین افغانستان و بعضی کشورهای دیگر. برای مثال خیلی از کشورهای منطقه با شمول چین نگرانی دارند که بعضی از گروه‌های متعصب از این کشورها میتواند در افغانستان جای پا پیدا کند و این موضوع هست که من فکر میکنم باید کشورهای منطقه با طالبان در پس میز مذاکرات بنشینند و به همون مقداری که برای مثال تاجیکستان اگر میخواد با افغانستان مشکلات خود را حل کند، من اینجا بیشتر فکر میکنم که یک عملی به مثل باید در چارچوب این معادله باید این مناسبت ها راه اندازی شود، به همون مقداری که حکومت افغانستان به مشکلات منافع تاجیکستان را به این نوبت میگیرد. من فکر میکنم که دوشنبه هم باید به همون مقدار منافع و نگرانی های حکومت کابل را هم باید به نظر بگیرد. در مجموع من فکر میکنم که کسی میخواهد یا نمیخواهد، واقعیت این است که حکومت امروزه افغانستان اگرچه از لحاظ حقوقی و سیاسی اعتراف نشده است، ولی عملا دارد جهان به سمت آن میرود که با این حکومت به یک شکل سازش کند، همکاری کند و آینده افغانستان را طبیعی است که تنها مردم افغانستان حل کرده میتوانند با شمول طالبان. من فکر نمیکنم که هر کسی، حتی در گذشته آقای کودامانی، من چند روز پیش یک نوار صحبت 2012 سال 2012 در مسکو در یک سخنرانی من کرده بودم. در اون وقتی که هنوز در خبر نبود که از اون که طالبان دوباره به قدرت برمیگردن، یعنی تقریبا 12 سال قبل، یکی از دوستان به من فرستاد گفت که شما 12 سال قبل در سخنرانی در مرکز کرنیگی مسکو گفته بودید که دیر یا زود طالبان بار دیگر به حکومت به افغانستان برمیگردد. من وقتی که دیدم این صحبت را از نو به زبان روسی است، اگر باشد من به شما میفرستم، خیلی هم در اون صحبت خندیده بودن و بعدا من را متهم کردن که دارد افسانه های سیاسی میبافد. اما چرا من اون وقتم به این نظر بودم، هنوزم به این نظرم که آینده افغانستان بدون مشارکت طالبان به این آن شکل امکان ندارد و هر کسی که این فکر را در سر میپرورد که باید طالبان را از نه تنها از قدرت بلکه از صحنه سیاسی فرهنگی افغانستان دور کرد، این به نظرم جز یک نظر پردازی خالی چیز بیش نیست. ولی یک حاکمیتی هم راه حل نیست در افغانستان. و من فکر میکنم از دیکتاتوری صحبت میکنیم. میدانیم که حکومت طالب ها شبیه به حکومت کره شمالی یک حکومت مطلق دیکتاتوری است. غیر از خودشان هیچ گروهی را، سازمان را قبول ندارند، مشارکت سیاسی را قبول ندارند، در ساختار قدرت مشارکت قومی را قبول ندارند. حتی با نیروهای
معتدل اسلامی جور نیستند. طالب ها حقوق زنها را به عنوان بیشتر از نصف جامعه به هیچ عنوان رسمیت نمیشناسند. با علوم عصری مخالفت دارند. با اقوام دیگه افغانستان جور نیستند. در تمام کابینه حکومتیشان شما یک وزیر از مردم هزاره را نمیبینیم. در تقسیم قدرت مثلا سهم اقوام بزرگ به هیچ عنوان رعایت نشده. خب اینا مشکلات است که طالبان را بیشتر به طرف سقوط داده روان است. ما خب از داخل افغانستان استاد خبر داریم که اقشار مختلف جامعه ما از زنها گرفته اکثریت مطلق جوانها با این گروه مخالف هستند و لحظه شماری دارند سرنگونی از این رژیم را. آقای کدامانی، ببینید من به هیچ وجه نگفتم که حکومت امروزه افغانستان با رهبری طالبان یک حکومت همشمول دموکراتی است که از راه انتخابات به سر قدرت آمده باشد، یا این حکومتی است که دعوای همشمولی کرده باشد، یا حکومتی است که اعلان کرده است که یک قانون اساسی دارد، انتخابات برگزار میکند. نه، این چیزایی که شما فرموده 100% درست است. من این واقعیت ها را میدونم، اگرچه در افغانستان نیستم یا همه روزه به امور افغانستان پیگیری نمیکنم، اما در مجموع اون چیزایی که شما گفتید اینا تاییدش در گزارش های رسانه‌ای هم هست و از چشم هیچ کس پنهان نیست و هیچ کس نمیتواند وضعیت امروزه افغانستان رو یک وضعیت مطلوب بداند. اما وقتی که شما ببینید ما همه چیز رو در مقایسه باید بررسی کنیم. طالبان با واسطه سلاح به سر قدرت آمدن، نه با واسطه انتخابات، نه توسط یک قانون اساسی و هیچگاه دعوای دموکراسی و مردم سالاری و حکومت همشمولی پردومالی ندارن. شما با کره شمالی مقایسه کردید، چرا با همسایه نزدیک با حکومت تاجیکستان مقایسه نمیکنید که اگر ما در افغانستان حکومت همشمول میخواهیم چرا اون رو در تاجیکستان مقایسه نمیکنیم، یک حکومت همشمول نمیخواهیم که خب حداقل در افغانستان طالبان حکومت رو از یک خانواده نکردن، شاید از یک قوم بیشتر باشن، شاید از یک گروه باشن، از گروه خود طالبان. اما امام علی رحمان در تاجیکستان حکومت رو از یک خانواده کرده است، حتی از یک حزب هم نه، حتی از یک قوم، از یک محله هم نه. خب در صورتی که امام علی رحمان دعوای دموکراسی دارد، حتی حزبش هم حزب خلق دموکراسی است، دقیقاً مثل جمهوری خلق دموکراسی کره شمالی که نه خلقی است و نه دموکراسی. خب من همچنین یک تاجیک، یک تاجیکستانی وقتی که افغانستان رو مقایسه میکنم، افغانستان رو هیچگاه با کره شمالی و موزامبیک و سومالیا و ارژانتین مقایسه نمیکنم. افغانستان رو با کشور خودم مقایسه میکنم. من فکر میکنم که همه چیز رو باید ما در مقایسه ببینیم، نه به معنای که من پیشتر هم گفتم که اینجا مقایسه بین خوب و بد نیست، اینجا مقایسه بین بد و بدتر هست. حتی در این حالت هم بد و بدتر، هر دوشان بدتر شاید باشد برای مردم منطقه. اما وقتی که شما درد خود را میگویید درباره مشکلات داخلی خودتان، من حق ندارم بگم که نه درد شما بی اساس است، چون این درد شما هست. اما وقتی که شما درد خود را میگید، من درد شما را درد میکنم و درد همسایه را نمیبینید، برعکس میان تمام رهبران سیاسی افغانستان، تمام روزنامه‌نگاران سیاسی افغانستان امروز دارن تعریف و تمجید و چاپلوسی و مداحی از یک دیکتاتور میکنن که به مراتب حکومتش از طالبان بدتر است. ما حداقل ببینید فرق ما از فعالان سیاسی و از رهبران افغانستان این است که حداقل ما تعریف و تمجید و مداحی نکردیم. ما مشکلات رو میگیم و مقایسه میکنیم، جایی که خوب است میگیم خوب است، جایی که بد است میگیم بد است. اما متاسفانه باز تکرار میکنم، اونایی که خودشان پرچم مبارزه بهر عدالت و آزاد اندیشی و حقوق بشر رو بالا میکنن، بعد میبینه که میان در مداحی و چاپلوسی یک دیکتاتوری که به مراتب از حکومت خودشان بدتر است دیگر مسابقه دارن در چاپلوسی بین یکدیگر. رهبران سیاسی افغانستان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فقط به خاطر آنکه یک ویزه از کنسولگری دریافت کنند و برن چند روز
چند هفته در دوشنبه بمانند. من فکر میکنم که دیگر با این شعارها حداقل مردم منطقه رو نمیتوان فریب داد. مردم دیگر مقایسه میکنن، میبینن که شعار چی است و عمل چی است. سپاس بیکران جناب استاد از شما که دعوت ما را پذیرفتین. ما انشالله دوامدار کوشش میکنیم برای شما و دوستای دیگه از آسیای میانه که مبلغ فکر معتدل اسلامی هستند تریبیون بدیم تا ای که جلو افراطیت و تروریسم در منطقه گرفته شود. بدون شک راه حل مشارکت سیاسی تمام جریانات در حکومت ها است. ما بدون برافراشتن پرچم عدالت در منطقه نمیتونیم به مرحله برسیم که یک زندگی ایدئال سیاسی و مدنی بر شهروندای ما فراهم شد. شما را به پروردگار یکتا و به همتا می سپاریم. خداوند یار و مددگار